یه مستندی اخیراً نتفلیکس ساخته، یه مینی سریال 4 قسمتیه درباره کلئوپاترا. این خیلی جنجالی شد دیگه، مصری‌ها خیلی بهش اعتراض کردن و اعتراض اصلیشون هم چی بود؟ اینکه مودب مثلا کلئوپاترا اینا رو سیاه انتخاب کردن، سیاه پوست نشونشون دادن. و قبلش هم نمیدونم اون فیلم کلئوپاترا قدیمی کلاسیکه، فکر کنم 1960 اینطوراست، اونجا هم خب یه زن سفید پوست بود، الیزابت تیلور بازی کرد. الیزابت تیلور، آره. اون بود و یه بحثای زیادی تو سطح رسانه‌ای شد که مثلا مصری‌ها میومدن و گفتن ما باید اجازه داشته باشیم درباره تاریخ خودمون به عنوان ملتی که میراث داره، حالا حکومت‌های باستانی مصریم، اجازه داشته باشیم حرف خودمون رو بزنیم، نظر بدیم درباره حالا اینکه اون موقع کلئوپاترا کی بوده، زندگیش چجوری بوده. از اون طرف اعتراضشون به این بود که یعنی هالیوود نباید بیاد برای ما تاریخ سازی کنه، هم چه زمانی که الیزابت تیلور رو ساختن، چه این زمانی که حالا الان که دارن به عنوان یه زن سیاه‌پوست نشونش میدن. این اعتراض داشتن. از اون برم یه سری فعالای سیاه‌پوست، حالا من یه مصاحبه دیدم، حرفشون بیشتر انگار این بود که نه ما نمیدونم باید نگاه انتقادی داشته باشیم و اتفاقا چرا سیاه‌پوست بوده، مثلا نمیدونم یه سری دینامیکای نژادی که توی آمریکا هست رو انگار می‌خواستن بیان توی این تاریخ مثلا یه جوری ریشه های همونو پیدا کنن، مثلا یعنی به سیاه‌پوستا نسبت بدن، مثلا بگن که اینا انگار حرفشون اینه که سیاه‌پوست زدایی شده، مثلا تاریخ نمیخوان اون افتخارات تاریخ سیاه‌پوستا رو سعی کردن مثلا توی این مدت استعمار اروپایی انگار یه جورایی حذف کرده، حالا ما بیایم اصلاحش کنیم، در صورتی که مصری‌ها میگن مثلا تاریخ شما نیست، تاریخ سیاه‌پوستا رو میتونی مثلا تو تمدن‌های غرب آفریقا دنبالش بگردی، ولی مصر نه لزوما، مخصوصا که خاندان بطلمیوسی خاندان یونانی بودن دیگه. اصلا ما کلا می‌خواستیم تو این اپیزود و چرا اصلا از این در وارد شدیم، اینو اخیراً ما در واقع برامون جالب شد این مستنده و این حواشی دورش. ما ولی اپیزودمون کلا درباره زنان تو تمدن‌های باستانی خاورمیانه است. آره یعنی ما اصلا کلا این مطلب آماده کرده بودیم، بعد دیدیم که این سریال جنجالیه که دوتا جاش به درد کار ما میخورد، یکی دوتا جا هم جنجال کرده بود. داره حالا جنجالش هم جالب بود، همین سیاه‌پوست بودن نژادشون. ببین آخه یه چیزی هست، اون مثلا مجسمه هایی که بوده یه ذره آدمو به اون سمت و سو میبره ها، فرم بینی و اینم اون روز با هم حرف زدیم دیگه، مو اینا، ولی چیزه یه جوری میشه گفتش که خیلی هم مثلا انگار حالا این نتفلیکس خیلی دیگه واقعا پرت ساخته، زردم هست خیلی، اگه براتون مهم نیست نبینید. بذار اول این تیکه اولش رو یه نشون بده که هم بلک میگه. My grandmother was the inspiration for me. I would come home and I would tell her about what I was learning. We're learning about the Greeks and we're learning about the Romans, and today we learned about Cleopatra. And I remember clear as day her saying to me, Shali, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. همین اصلا اولش با این شروع میشه، خانومه که حالا خودش پژوهشگر اون حوزه است نمیاد یه سری شواهد مثلا انتقادی نشون بده که کلئوپاترا درسته که تمام این مدت ما فکر میکردیم یه زن یونانی سفید پوست بوده، ولی فلان شواهد ما به دست آوردیم که اتفاقا سیاه‌پوست بوده. اینو نمیگه، میاد میگه به مادر بزرگش استناد میکنه. به مادر بزرگش استناد میکنه، میگه مثلا سیاه بوده. آخه میدونی مثلا اسم کلئوپاترا میاد کلا واسه ما ایرانی‌ها استوریان گذاشته بود، اکثرا میگفتن آره کلئوپاترا به زیبایی خیلی معروف بوده که مثلا مردا رو مفتون خودش میکرده و اینا. نمیدونم شاید همون قضیه نگاه انتقادی است دیگه که یک زن سیاه‌پوست هم میتونه اینقدر زیبا باشه که مثلا من نمیگم زیبا یا زشت هستن، یعنی اون دیده اونا رو میگم، چون برای مثلا رنگ‌پوست اهمیت نداره. مثلا میگن که آره مثلا میتونسته سیاه‌پوست باشه و مردا رو مفتون خودش کرده باشه. اگه خیلی هم بخوای صحبت کنی میگن که تو مثلا شاید نژاد
پرستی داری ناراحتی از اینکه چرا این سیاه‌پوست بوده. همین مثل قضیه سهیونیست‌ها که دفاع کنی میگن یهود ستیزی مثلا. آره یعنی یه جورایی اینطوری هم میشه. آره یعنی انگار سیاه‌پوست سفید آره شدی دقیقاً. مثلا. نه اونو به مصری‌ها میگن، در صورتی که مصری‌ها میگن که این تاریخ خودمونه، یعنی تاریخ رو دارین تحریف میکنید. ولی حالا ولی واقعا بی‌صاحب‌تر از فرهنگ و هنر مصری‌ها فکر کنم خودشونه. یعنی واقعا تو هر جا نگاه میکنی حتی تو همین قضیه انگار میدونی یک مثلا چیزی ندارن که بتونن اون فرهنگ و هنرشون رو دستشون بگیرن خودشون بخوان ارزش بکنن. جدیدن تونستن، یعنی الان ما منابعی که داشتیم میخوندیم مثلا همین حالا این کتابی که سارا پومرویه، ولی چند تا کتاب دیگه که بود بذار ببینم خیلی نویسنده های مصری من دیدم، یا مثلا اکتشافات جدید باستان شناسی رو خیلی خوب محقق های مصری دارن انجام میدن، یعنی دانشگاه های مصر فعال شدن دیگه، مثل زمان استعمار نیست که یه سری انگلیسی و غربی پاشن برن اونجا اکتشاف بکنن. خیلی مصری ها فعال شدن و اتفاقا همین استدلالایی هم که میارن خود مصری ها میارن که بذارینم حالا کجا بود، یه لحظه بذار من کتاب رو پیدا کنم. خب اینو ببین میخواستم بگم الان مثلا یه مقاله هست درباره کلئوپاترا نیست، این درباره این حرفیه که میزنن که آره برده های یهودی بودن که اهرام مصر رو ساختن. این یه چیزی که اولین بارم مثل که بنگوریون مثل که گفته یکی از مقامات اسرائیل خیلی خفنه ازش ساختن. آره چه فیلمه؟ من ندیدم فیلم رو، فقط تو این مقاله من خوندم چرا هالیوود این کارو میکنه. فیلم حضرت موسی دیگه. آره فیلم حضرت موسی که آره نشون همون مردم توش بازی کرده که نقش ابن سینا رو بازی کرده بود. اصلا خیلی اسم بازیگر خیلی معروفه، من اصلا اسم بازیگر رو بلد نیستم. بازیگر نقش ابن سینا رو بازی کرده بود که تو اون فیلم هم باز ابن سینا رو خیلی حقیر نشون داده بودن. خب تو اونم اون مثلا همه اسرائیلیا اگه اینطوری بگیم همین برده های یهودی. آره. آره ببین این الان مقاله مال، میخواستم اینو بگم که خود مصری ها الان دارن سعی میکنن تاریخشون رو دست بگیرن. این مال 2010 بعد نوشته که Egypt's Archaeology Chief رئیس حالا باستان شناسی زهی حواس مصر، آره زهی حواس، یه آدم که خودش مصریه، متخصص مصریه، اومده درباره اکتشافات جدیدشون صحبت کرده اینجا و گفته که اینا نشون میده کسایی که اهرامو ساختن مزد میگرفتن، کارگرای مزدبگیر بودن و برای همشون اونجا مقبره ساخته شده. چون مزد میگرفتن، برده نبودن، افراد آزاد بودن. نه مقبره رو برای افراد آزاد میساختن. آها مقبره. آره بعد این مقبره هایی که کشف شده برای کارگرایی که اهرامو میساختن در نتیجه نشون میده که اینا کارگرایی بودن که دستمزد میگرفتن، اینجوری نبوده که برده باشن. بعد اصلا یه چیز دیگه، اون زمان اصلا یهودی وجود نداشته. زمانی که اهرام مصر ساخته شده مربوط میشه به 2500 سال قبل از میلاد، مال خاندان چهارم مصر باستانه. خاندان، حالا من خیلی جزئی نمیدونم چجوریه ولی میدونم یه مصر باستان رو به چند تا خاندان تقسیم میکنن، چند تا دیناستی. و این 2500 قبل از میلاد اصلا قوم یهودیا، قوم عبری، اون موقع بهشون میگفتن عبرانیا، اینا اون موقع اصلا اونجا وجود نداشتن که حالا بخوام بیان اهرام مصر بسازن. در نتیجه یه دروغیه که کی انداخته وسط. ببین یه مقام اسرائیلی بود، نمیدونم بنگوریون بود یا مناخیم بگین سال 1977. حالا اون فیلمی که میگی چه سالی ساخته شده؟ فیلمش که خیلی جدیده، فکر کنم مال 2000 به این ور اصلا فیلمه. خب پس این مقالم 2010 اومده، لابد اون موقع ها مثلا الان میتونم نگاه کنم به دقیق بگم، ولی تو اون دقیقا ذکر میشه که انگار مثلا یهودی ها همشون یه مش برده بودن که با بدبختی مثلا اهرام رو میساختن. بعد کدوم اگزودوس؟ نه نمیدونم. آره اگزودوس. اینه؟ آره اگزودوس. حالا اگه هر کی خواست ببینه تو فقط دیدن اکثرا میگم من نمیدونم. اگزودوس زده IMDbش 6 از 10. این 2014 میگم. یعنی این مقاله قبل از اون، مقاله 2010. ولی خب جالبه، یعنی فکر کن این همه اکتشافات وجود داره بازم اینا اصرار دارن دروغاشونو بسازن. آره دیگه خب رسانه دستشونه دیگه. آره صنعت فیلم و اینا. ولی من فیلم دیده بودم واقعا باورم شده بود. آره
من فکر نمی‌دونستم ولی میگن آدم فضایی ساختن آدم میره. آره وای آدم فضایی ساختن اهرام مصر، اون همه آدم یه زحمت چیز کشیدن. دیگه هم هست. حالا ما داشتیم مطالعه می‌کردیم درباره همین زنان تو عصر باستان، به خیلی شباهت‌ها بین مصر باستان و دوره هخامنشی ایران رسیدیم از نظر موقعیت زنا. آره. اینش هم ولی شبیه، مگه هخامنشیان آره. دستمزد میدادن دیگه به کارگرا. برده ها بودن اون زمانا ولی کارگر مزد بگیرم بوده. اینجوری نیست که برده نباشه. کارگر مزد بگیر انسان آزاد به حساب می اومده دیگه، چیزی نبوده، برده نبوده. ولی خب قشر برده هم بالاخره وجود نه داشت. تو این فیلم کاملا برده بودن. آره اون فیلم همون. آره. این دروغیه که مصری‌ها بهش اعتراض دارن دیگه. آخه ببین خوب کار نمی‌کنن، میدونی، یعنی نه که بگم مثلا ما ایرانی‌ها خیلی داریم خوب کار می‌کنیم، ولی مثلا دکتر عطایی میگفتش که دکتر فرهاد عطایی میگفتش که مثلا حسنی هیکل انگار مثلا ما یه لول بهتر از ما محسوب میشیم از مصری‌ها دیگه، تو فرهنگ و حفظ فرهنگ و هنرمون. مثلا میگفت حسنی هیکل به دکتر مهدوی گفته بوده که خوشبالتون کسی مثل فردوسی دارید که بعد از مثلا اومدن اسلام شما دارید مثلا به زبان خودتون صحبت میکنید و مینویسید، ما همونم نداریم. یعنی اینا قائل به این بودن که خب قبل اسلام خط و زبان خودشون رو داشتن ولی بعد از اومدن اسلام همه چیشون. ببین اونجا قبل اسلام خب حکومت‌های خاندان‌های حکومتگری یونانی هم یه دور بالاخره اینا رو تغییر دادن، یه دور فرهنگ مصر کلا تضعیف شد. مثلا چون اسلام تاثیرگذاریش خیلی بیشتر از یونانی‌ها انگار بوده و انگار جدیدتره، انگار اون به عنوان آخرین مقطع تغییراتیه که یاد میشه. مثلا خب مثلا گفته بوده که ما دیگه هیچ عرب شدن دیگه، تقریبا هویتشون با هویت مثلا شبه جزیره چندان فرقی نداره. آره ولی خب میگم الان خیلی خودشون فعالیت میکنن. یه مستندی هم من میدیدم قشنگ هم خانمای محقق محجبه مسلمون مصری میرفتن توی این کاوشای باستان شناسی. حالا یادم اسم مستند چی بود، چند وقت پیش میدیدم، ولی آره درباره یه مقبره بودونم یه قاضی جدید کشف کرده بودن، یه قاضی و خانواده‌اش اونجا دفن شده بودن. حالا اونم بحث جالبیه. اون سری بهت گفتم. آره حالا ما بریم سر بحث اصلی خودمون. خب ما کلا تصمیم گرفتیم یه قسمت برنامه‌مون رو بیخوبان رو اختصاص بدیم به جایگاه زنان تو خاورمیانه عصر باستان. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم یه تقسیم بندی اول بکنیم. ما دوران باستان وقتی میگیم توی حالا باستان شناسی و تاریخ معمولاً یه باستان متأخر وجود داره، یه باستان کلاسیک. باستان کلاسیک البته این تقسیم بندی اروپا محوره ولی خب جا افتاده دیگه. باستان کلاسیک رو میان از اولین نسخه های ثبت شده شعر هومر میگیرن که قرن 8 قبل از میلاده تا ظهور مسیحیت و بعدش روم غربی حدود قرن 4-5، یعنی مثلا حدود 12-13 قرن میشه اینجا. بعد توی این بازه ما توی ایران اولین تمدن‌های ایرانی رو داریم، انقلاب کوروش کبیر رو داریم دیگه. توی اون ور توی منطقه مدیترانه فلسفه یونانی بود اوجش، شکوفاییش. سقوط مصر رو داریم، سقوط اون خاندان‌های باستانی مصر رو، همونایی که اهرامو ساختن که هیچ ربطی به یهودیان نداره، و فتوحات اسکندر، همه توی این بره اتفاق میفته. یه دوره دیگه دوران باستان متأخره که این قبل از قرون وسطا میشه، به ما نزدیک‌تره، یعنی بین قرون 3 تا 7 میلادی، مثلا 4-5 قرن. یه ذره همپوشانی هم دارن، تقسیم بندی دقیقی که نیست. و این همزمان میشه با امپراتوری ساسانی تو ایران و امپراتوری روم توی مدیترانه و بحران‌ها و جنگ‌های این دوتا تمدن رو شامل میشه که جفت خیلی فرسایشی بوده، جفتشون رو تضعیف کرده تا میرسه به فتوحات مسلمان‌ها. آره این دوره رو میگن دوره گذار از عصر باستان به قرون وسطا در واقع. و همون شاخصش همینه که ما دو تا امپراتوری خیلی گنده، ساسانی و رومو تو این منطقه داریم. حالا منطقه‌ای هم که ازش داریم حرف میزنیم در واقع شامل بین النهرین و اطراف بین النهرین و دریای مدیترانه و اون تمدن‌های اطراف مدیترانه میشه. دو تیکش می‌کنیم دیگه. ما دو تیکش می‌کنیم. آره دو تیکش می‌کنیم. یه بخش میشه همون بین النهرین که در واقع تمدن‌های نمیدونم بابلی، آشوری اونجا شکل گرفتن و بعد از دل همونا بود که حکومت ایرانی هخامنشی آره دیگه هخامنشی و پارت و ماد چه ترتیبی دارم میگم، ماد، هخامنشی، پارت که اشکانیان و اینان، حالا اون وسط سلوکیا و این خاندان یونانی هم ما داشتیم تا میرسه به ساسانی تموم میشه دیگه. بعد اسلام میاد و کلا تغییر میکنه یه سری مناسبات.
این میشه بین النهرین. اونورم مدیترانه رو داریم دیگه. مدیترانه هم شمالش و جنوبش که تمدن‌های حالا باستانی مصر رو داشتیم. آره شمالش هم یونان و روم. آره حالا ما این من قسمت میگم روم، تو میگی روم. میگی روم؟ درستش رومه؟ تو انگلیسی رومه، من میگم روم. چرا من میگم روم؟ روم میگی. روم. خب تمدن روم بگیم حالا از این بعد. خب اول یه تصویر کلی ما تصمیم گرفتیم کلا این قسمت رو حالا یه جاهای از اون سریال نتفلیکس هم می‌خوایم نشون بدیم. آره چون جالبه، یه چیزایی رو اشتباه داره میکنه. ببین آقا کلا اگه بخوایم بگیم 4 قسمت داره، ارزش دیدن نداره. خب یعنی مثلا به نظرم اگه یکی بخواد مثلا یه چیزی دستش بیاد دستگیرش بشه، اصلا از این سریال چیزی نمیتونه دستگیرش بشه. مثلا شاید تو یه اپیزود تو مثلا شاید مثلا 2-3 تا فکت مثلا نمیدونم درست حسابی توش آورده باشه، بقیه‌اش خیلی زرده. آره زرده که زد و نقیض داره اصلا. آره خودشون یه حرفی میزنن میدونی، یعنی چیزم نداره اونقدر جذابیت از نظر ساخت و پرداختش هم خیلی جذاب نیستش. شبیه سریالای ومپایریه. آره خیلی چرته کلا تینیجری طوره. بعد بودجهشون هم کم بوده. مثلا یه جا میگن که کلئوپاترا با یه کشتی باشکوه اومد به سوریه از مدیترانه. کشتیشو دیدی دیگه؟ اصلا نشون نداد کشتیشو، یه تیکه چوب روی آب نشون داد. زوم کرده بود که معلوم نشه مثلا کشتی وجود نداره، نتونستن یه کشتی بسازن. آره خیلی کم بود، بودجه پایین و چرت و اینا. خب حالا قبل از اینکه ما میخوایم این قسمت رو کلا درباره بیشتر مصر و یونان حرف بزنیم، مدیترانه کلا بگیم و بین النهرین رو بذاریم واسه قسمت بعد، چون خیلی بحثا مفصله دیگه، یعنی باید جدا کنیم از هم. آره طولانی میشه. آره خیلی طولانی میشه. حالا قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، اول باید چارچوب کلی بحث رو روشن کنیم. چارچوب کلی منظورم چیه؟ اولا مطالعات تاریخی درباره زنان، مشخصا قشر زنان یه چیز جدیدیه. شاید مثلا 30-40 سال نه بیشتر از دهه 70 میلادی که نسبتا توجه کردن 50 سال میشه. و حالا اون معیارایی که بوده، یعنی توی این 50 سال یه سری معیارا شکل گرفته که ما وقتی میخوایم زنان رو با هم مقایسه کنیم، مثلا تو چند تا تمدن باستانی، بیایم به این معیارا توجه کنیم که حالا من اونا رو الان میخوام بگم. مثلا خب 5 تا معیار کلی هست. مثلا که نه، کلا این 5 تا: یکی نهاد ازدواجه، یکی نهاد طلاقه، یکی اخلاق جنسیه، یعنی ملاکای این که چه رفتارهای جنسی مجازه، چه رفتارهای مجاز نیست، یکی مالکیت، قوانین مالکیت، و یکی هم حضور تو فعالیت اجتماعی. از این نظر حالا با این معیارها به جوامع عصر باستان متأخر وقتی نگاه میکنیم، تصویر کلی خیلی شبیه همه. حالا جزئیاتشو گفتم، ما بین النهرین و مدیترانه رو میخوایم از هم جدا کنیم، اما اول اینو تصویر کلیه رو بگیم. تصویر کلیه بین امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم، یعنی وقتی تو میرسی به قرن 5 و 6 میلادی، یه شباهت ها خیلی زیاد، شباهت ها بیشتر از تفاوت است. منظورمون چیه؟ اولا طبقات متوسط و بالای این دوتا جامعه، چه ساسانیا چه رومیا، زنان متشخص تو این جوامع ایزوله بودن و کلا از بازار و سیاست و زندگی اجتماعی کنار گذاشته شده بودن. به جایگاه اجتماعیشون بالا بودن به واسطه همسران و پدرانشون دیگه. آره دقیقاً، زنان اشرافی. آره حالا درباره قدرت خودشون من دقیقاً نمیدونم، چون ما الان تو این قسمت بیشتر میخوایم رو مصر تمرکز کنیم. الان درباره ساسانیا و رومیا خیلی نمیخوایم نظر بدیم، ولی فقط برای اینکه یه رفرنسی داشته باشیم که بدونیم ما توی قرن 5 یه چیز کاملا متفاوتی از مصر داریم. یعنی وقتی میایم جلوتر انگار وضع زن‌ها بدتر میشه. حالا اول داریم ما از اون بعد زن‌ها تو قرن 5 میلادی شروع میکنیم تا بعد بریم. آره یه ذره ساسانی‌ها به خاطر اینکه آخرین مثلا سلسله ایرانی بودن که بعدش اسلام اومده، حالا اونو با جنجالاش بعداً با هم بحث می‌کنیم. آره جزئیاتش قشنگ میره چیز بعد. آره جزئیاتش میره بعد، ولی فقط همین این شباهت‌های ساسانی‌ها و رومیا.
خب یه چیز دیگه اینه که فقط مردا شهروند به شمار میرفتن و به عنوان رئیس خانواده تو فضای سیاسی اجازه فعالیت داشتن. قوانین ازدواج همه جا نسبتا مشابه بوده، چه تو قوانین رومی، چه ساسانی، چه یهودی. پدر اختیار داشته به نمایندگی از دخترش قرارداد ازدواج رو منعقد کنه. دختر مستقل نبوده. قوانین طلاق هم به مرد اختیار بیشتری میداده. مثلا توی قانون ساسانی برای طلاق دو طرف میتونستن رضایت بدن، یعنی طلاق دو طرفه رو ما داشتیم، اما طلاق یک طرفه فقط واسه شوهر مجاز بوده. در صورتی که زن خطایی کرده باشه مرد میتونسته یک طرفه طلاق بگیره. توی روم قرن 4 امپراتور کنستانتین میاد مثلا به زنها هم اجازه طلاق یک طرفه رو میده با شرط‌ها و شروط‌ها. دقیقاً. با چه شرطایی هم؟ به شرطی که شوهر حضانت بچه‌ها رو بگیره، بخشی از جهیزیه رو هم برداره. آره. حالا معیار بعدی که گفتیم اخلاق جنسی. اخلاق جنسی هم به طور کلی به مردا آزادی بیشتری میداده. رابطه جنسی خارج از ازدواج برای زنها به کلی نهی شده بوده. برای مردای طبقه بالا ولی این نوع رابطه مجاز بوده. تشویق میکردن با روسپیه باشن. آره، یعنی نه تنها مجاز بوده، انگار یه جوری تشویق هم میشدن. زنای طبقه پایین، برده ها، روسپیه. آره. اینم از ازدواج چیز به این شکل بوده. اخلاق جنسی. حقوق مالکیت هم نابرابر بوده. نه قانون رومی نه قانون ساسانی زنها رو شخص مستقل محسوب نمی‌کردن و زنها حق مالکیت داشتن تو این دوره، اما خرید و فروش و بقیه امور مربوط به املاکشون رو شوهر یا یه خویشاوند مرد باید مدیریت می‌کرد. انگار همیشه یه وکیلی اون وسط باید می‌داشتن که مرد باشه. ارث هم همینطور، زنها همه جا به جز روم کمتر از مردا ارث می‌بردن. مثلا تو شریعت یهودی دختر فقط در صورتی ارث می‌برده که یه وارث پسر وجود نداشته باشه. تو قوانین ساسانی هم ارث دختر مجرد نصف پسر بوده، دختر متأهل هیچی نمی‌برده. هیچ ارثی نمی‌برده. چرا دختر متأهل؟ چون شخصیت مستقل نداشته، یعنی ازدواج با مرد باعث می‌شده اینا یه واحد مدنی به حساب بیان. در نتیجه مرد فقط ارث می‌برد از سمت خودش، دیگه به دختر چیزی نمی‌رسید. ببین خیلی جالبه اینطوری آدم نگاه میکنه. حالا مثلا اینطور نیست که من بخوام الان اینجا بشنم از اسلام مثلا بخوام دفاعی بکنم ولی چون داریم از ساسانیا صحبت میکنیم، یعنی مثلا نگاه که میکنی خب این حرف ما نیستش که خب ما هم از منابع خوندیم. خیلی قبل و بعد اسلام تفاوتی نداشته. تازه ما اصلا میخونیم توی اون مناطق زنها آزادی جنسی خیلی بیشتری داشتن. توی مصر رو میگیم؟ نه توی مصر حالا میرسیم. نه مثلا عربستان. آره عربستان. آره به این رنجش هم از طریق لپیدوس حالا اونم صحبت می‌کنیم. نه اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش ولی میگم مثلا وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی که مثلا اینطور نبوده که وای مثلا زن‌ها توی این منطقه خیلی مستقل بودن، اسلام اومده مثلا خیلی نابود کرده و آره. ببین یه بخش زیادش به سنت امپراتوری سازی برمیگرده دیگه. حالا خیلی الان نمیخوایم تئوریکش کنیم چون هنوز داده ها رو نگفتیم، یعنی میخوایم اول یه ذره بحثای تاریخی کنیم و داده های تاریخی رو بگیم بعد بزنیم تو شاخه تئوریک، از اونجایی که خیلی تئوری دوست داریم. ولی تئوری که هست اینه که تو وقتی امپراتوری میسازی خواه نخواه یک سری سلسله مراتب به دنبالش میاد، یا اصلا مقدمه امپراتوری ساختنه، این که تو سلسله مراتب درست کنی و تو این سلسله مراتب یکی اقشار ضعیف رو سرکوب کنی، یکی مثلا زنها رو سرکوب کنی، یه تقسیم کار شدیدی تو جامعت باید پیاده سازی کنی، به خاطر اینکه اون سلسله مراتب اصلا از دل تقسیم کار خیلی شدید میاد دیگه و لازمش اینه که مثلا زن تو دیگه فقط بشه مسئول بچه‌ها بردن، زن توی جامعت این شکل تقسیم کار رو میطلبیده. کلا امپراتوریای بزرگ به این سمت میرفتن. حالا میگم اینو بهش میرسیم، ولی خب شبه جزیره عربستان امپراتوری بزرگ نداشته هیچ وقت قبل از اسلام بوده که بهشون این امکان رو داده که امپراتوری عربی بسازن. خیلی جالبم هست، اکثر مورخا من دیدم استادای تاریخ و اینا که معروفن و صحبت میکنن و اینا هیچ وقت نمیگن امپراتوری اسلامی، میگن امپراتوری عربی. خاطر مال عربا بوده دیگه. تو نمیای بگی مثلا امپراتوری مسیحی، که میگه امپراتوری روم. آره دیگه خیلی اسم درستیه، یعنی حتی موقع که اسلام هم وارد ساسانیا میشه، حالا قدرت دستشون میگیرن، تو که نگاه میکنی حاکما فقط مسلمون بودن، اداره امپراتوری با ایرانیا بوده بازم.
وزیرا میدونی یعنی اون دبیرخونه اون تمام اون مسائلی که توی ریز و درشت کشور وجود داشته اون آدمایی که انجام همه ایرانی بودن. حاکمه مثلا پادشاه والیه فقط مثلا عربی مسلمون بوده. حالا بعد ایرانی‌ها خب همین مسلمون اصلا شدن. تعریف امپراتوری همین. تو وقتی یه امپراتوری وسیع داری، حالا میخواد روم باشه، چین باشه، عربی باشه، هر چی باشه، مفهومش اینه که تو یک سری همون حاکما رو از اون قوم و قبیله خودت میذاری. یعنی سیستمت این شکلیه که اون کسی که تو رأس هر مثلا شهر و منطقه هست از حالا یه قوم خاصی، از یه نسب و تبار خاصی. به فرض ما وقتی میگیم ما اول خاندان ماد حاکم بودن بعد خاندان هخامنشی حاکم شدن، به این معنی نیستش که یهو جمعیت ماد جمعیت که جابجا نشد، جمعیت سر جاشه. اون مهره هایی که حاکم بودن قدرت اصلی رو در دست داشتن اونا جابجا شدن. ولی خب مثلا همین به قول تو توی هر منطقه‌ای به فرض شهرداری کارمنداش هنوز همونه. ولی مثلا دولت جدید که میاد شهردار عوض میشه. این شکلی بوده. به خاطر همینا میان میگن آره امپراتوری عربی درسته که یه امپراتوری وسیع بوده با تکثر فرهنگی. ترکا بودن، ایرانیا بودن، نمیدونم از اون شمال آفریقایی ها همه بودن، ولی ما دلیل نداره اسمشو جنوب اروپا بوده، اسپانیا بوده، همه اینا بودن. دلیل نداره اسمشو بذاریم امپراتوری اسلامی. همون امپراتوری عربیه. میدونید حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که ما این از سنت شرق شناسی میاد که ما میخوایم به این امپراتوری بگیم اسلامی، چون یه سنت شرق شناسی خیلی دامنه داری توی اروپا هست که همیشه اسلام رو به عنوان دیگری خودش دیده. یعنی خواسته اسلام رو یه تصویر ازش بسازه و به جای اینکه مثلا به عنوان واقعیت یه سری مردمی که خب ما یه سری مردم تو اروپا داریم، حالا یه سری مردم هم جاهای دیگه دنیا هستن، به این چشم نگاه نکرده. همیشه اسلام براش یه مفهوم انتزاعی بوده. یه شری اون ور مرزها وجود داره که حالا تو جنگ‌های صلیبی باعث میشه که اون بتونن مردم رو بسیج کنن، ببرن به جنگ این دیگری که انقدر شیطانی بوده. یا توی ادبیاتشون باعث شده یه کارهایی مثل حالا کمدی الهی دانته تولید بشه که تو کمدی الهی دانته هم مثلا یک شیطان بزرگی تو قعر جهنم هست. این هم جالبه طبعا اسمش محمده، به خاطر اینکه کلا شیطانش اهریمن مسلمون بوده. خیلی زایست ها فکرشو که میکنی. ببین آره که همیشه انگار یه عینکی داشتن دیگه. یعنی بعد دقت کردی دانته رو ما اینجا مثلا کتابشو می‌خریم، من تا حالا ندیدم مقدمه مثلا انتقادی روش بنویسن. آفرین خیلی بده. نه نمی‌نویسن. منم ندیدم. داشتیم راجع به چی صحبت می‌کردیم که هیچ الکساندر دوما آره راجع به اون سفرنامه. ببین یعنی ما که خودمون مثلا شرقی محسوب میشیم به مسائل و اتفاقات شرقی هم میایم از دید اون غربی‌ها نگاه می‌کنیم. خب یعنی میریم کتاباشون رو می‌خونیم، مقاله‌هاشون و تحقیقاتشون رو می‌خونیم. خب بعد مثلا نمیایم با واقعیت امر وفقش بدیم. یعنی به قول تو مثلا آقا اون کتابو خوندیم، مثلا یه 2 صفحه مثلا لیست انتقادی راجع به این بنویس. خب بعد انتقادی که میگی منظورم اینه که اون نویسنده هر اتوریته‌شو یه مقدار به چالش بکشی. مثلا الکساندر دوما چه اتوریتی داشته؟ برای اینکه بگیم اصلا داریم در مورد چی حرف می‌زنیم. الکساندر دوما یه سفرنامه داره راجع به قفقاز نوشته سال 1850. خب بعد اون سفرنامه خیلی مرجع بوده برای اروپایی‌ها، چون اصلا قفقاز و آدمای قفقازی براشون خیلی چیز مثلا دوری بوده، یه حالت رویایی داستان فیری طور بوده، مثلا فیری تیل بوده. بعد این میاد می‌بینیسه بعد مردم قفقاز اونجا مثلا دزد و راهزن و وحشی و جنگجو، مثلا یه همچین تصویری که هنوزم به مردم این منطقه حاکمه. خب یعنی تو مثلا حرف از مردم قفقاز و داغستان و چچن میزنی، مثلا آدمای خیلی افراطی مذهبی وحشی مثلا میاد تو ذهنت. خودت در مورد داعش هم میگفتی. آره همین الان اصلا تو حرف از چچن داغستان بزن محال ممکنه. خیلی از بچه‌ها اومدن من گفتن آره دیگه بیشترین عضوگیری داعش هم از همین منطقه بوده. خب بعد جالب این سفرنامه رو می‌نویسه، مردم رو اینطوری معرفی میکنه. جالبه که این سفرنامه تو دانشگاه تبریز هم چاپ شده. خب انتشارات دانشگاه تبریز نیومدن مثلا بگن که آقا این تصویری که مثلا ارائه شده اصلا خیلی با واقعیت ممکنه متفاوت باشه. و جالب‌تر قضیه کجاست؟ دوباره یه سفرنامه نویس اروپایی فکر کنم اگه اشتباه نکنم اسمش راسله. خب اون اومده یه سفرنامه کوتاه‌تر نوشته، اون اومده گفته که چرا دوما اینقدر مردم این منطقه رو دزد و راهزن اینا معرفی کرده به اروپایی‌ها. چند سال بعد نوشته؟ نمیدونم. بعد نگاه کنم. همون یعنی بس همینه. مثلا فرض کن یه چیزی هم که یه تأثیری هم که میذاره اینه که
تو خود اروپایی‌ها اینم مطالعات حالا شرق شناسی اومدن اینا رو نشون دادن که به فرض اون شخص اروپایی که این متن براش اتوریته پیدا میکنه، این متن دیگه اگه بخواد شناختی نسبت به مثلا مردم قفقاز پیدا کنه، رجوع میکنه به کتاب الکساندرونا. بعد فرض کنین آدم اروپایی اگه یه آدم از قفقاز ببینه بگه چه دانشمندیه، چقدر مثلا چیز حالیشه و چقدر با اون تصویر متفاوته، نمیاد بگه که خب شاید اون متن ایراد داشته، میگه این آدم استثناء. این آدم استثناء. آره ولی مثلا اصل اونه این استثناء. ببین خیلی وجود داره، یعنی همین الان تو خود ما ایرانی‌ها که یه زمان اصلا قفقاز مال ایران هم بوده، یعنی ما خیلی خودمون نمیتونیم متفاوت از اون مردم ببینیم. مثلا من ترکم، رقصمون متفاوت. آره نه به خاطر این متن متفاوت. آفرین. یعنی مثلا رقصمون، فرهنگمون، خورد و خوراکمون انقدر لحاظ فرهنگی مثلا ماها شبیه همیم. بعد مثلا اسمش میاد مثلا همین سر وزن، آره میترسن، یعنی مثلا واقعا داغستان، چچن، قفقاز، مثلا خیلی جاها افغانستان که خیلی ممکنه حتی الان بدتر هم شده باشه. میگم یعنی تصویرهایی که میسازن واسمون واسه خود ما شرقی تصویر غربی اولویت و ارجح میشه، تا اینکه ببینیم بابا مثلا اون با چه عینکی به این مسئله نگاه کرده. نمیبریم زیر سوال، نمیبریم اون مسئله مرجع. بعد جالبه مثلا خود ما الان چقدر دوست افغانستانی داریم، همه آدم خوبن. آره ما یه آدم افغانستانی بعد مثلا باهاش چیز داشتیم ولی مواجهه مثلا اونجوری که مثلا توی رسانه ها چند وقت پیش خیلی اومدن توی رسانه ها بولد کردن که چه اتفاقی نمیدونم تو قزوین افتاده که بعد اومدن مردم شعار دادن که افغانی بره بیرون، اصلا جزئیاتش هم یادم نیست. و یه چیزی رو افتاد توی رسانه ها که انگار نمیدونم یه کار بدی مثلا افغانستانی‌ها کردن که حالا ما دیگه نه افغانستانی‌ها رو بریزیم بیرون مشکل. من سر این قضیه دوام شد با یه خانومی که یه خانم نویسنده خیلی مثلا فرهیخته‌ای، با هم دوستم بودیم نسبتا این تازه آشنا شده بودیم با هم، ولی سر همین قضیه که میگفت نه اینا، بعد باشون صحبت میکنی سعی میکنی بهشون بگی که شما به تجربه زیسته خودت مراجعه کن. تا حالا چند تا افغانستانی اینقدر عجیب غریبه مثلا وحشی دیدی؟ چون تصویر که تو ذهنشون خیلی وحشیه. آره میگه نه من اینو که ازشون میپرسی میگن نه من واقعا ندیدم، ولی باز برش میگردونن به اون انتزاعیه، ولی دیگه تعدادشون داره خیلی زیاد میشه و مشکل درست میکنن و آدم بعد توشون زیاده و میدونی باز اولویتون نداره. آره کلا همه این بحثا همون نگاه غربی ها به شرقی هاست که واسه ما اون ارجحیت داره انگار برای خود ما، حتی واسه بچه‌های دانشگاهی و آکادمیک هم همینه. دقیقاً همون قضیه همونه، به جای اینکه اولویت رو بدن به تجربه های خودشون، اولویت رو میدن به یه سری بحث های انتزاعی، حالا یه نویسنده‌ای که نمیدونم چرا اقتدار و مرجعیت پیدا کرده. خب حالا درگردیم به بحث خودمون، اصلا از کجا رسیدیم به اینجا؟ خب حالا این تصویر کلی که گفتیم اینقدر بین زنا و مردا این شکاف عظیم داریم میگیم تو قرن مثلا 4 و 5 میلادی تو اون عصر باستان متأخر وجود داشته و حس میکنیم شاید این طبیعیه، شاید مثلا تمام طول تاریخ اینجوری بوده. خیلی هم میگن واقعا تو ذهن خیلی ها هست که تمام تاریخ وضع زنا همین بوده، انگار که مثلا یه قانون طبیعی باشه اینه، ولی این درست نیست. چند قرن عقب‌تر که بریم و به عصر باستان کلاسیک که نگاه کنیم تصویر کلا خیلی متفاوت میشه. اولا که توی حالا هزاره اول قبل از میلاد این نهادهای مربوط به زنان تو خاورمیانه، هم مثلا 5 تا معیاری که میگیم و کسایی که بررسی کردن دیدن تنوع خیلی بیشتری وجود داشته و حالا این تنوع به نوعی بازتاب اون تنوع ساختار کلی اجتماع هم بوده. همین چیزی که اشاره کردیم تو شبه جزیره عربستان مثلا ما امپراتوری نداشتیم و وقتی امپراتوری نداری جایگاه زنات هم یه شکل دیگه میشه و ما یه طیفی از انواع حکومت و نظام اجتماعی رو داریم توی حالا عصر باستان کلاسیک. از حالا یه چند تا نمونه بخوایم بگیم، حکمرانی هخامنشی نامتمرکز ساتراپی بوده، آتن دموکراسی بوده دیگه، اون چیز اسپارتا مثلا که خیلی معروفه یه دولت شهر خیلی نظامیگر میلیتاریستی بوده دیگه، مصر امپراتوری متمرکز بوده، عربستان اون تیره سالاریای اولیه بوده که یه چیزی هم که هست ما فمینیستا کلمه پتریارکی پدر سالاری رو خیلی استفاده میکنن. اینو داشتم توی یه مقاله خیلی معروف هست گیل روبین داره، حالا از بحثمون خارج میشه ولی فقط اینو بگم اشاره کرده بود خیلی جالبه که پدر سالاری رو تو نمیتونی به هر نوع غلبه مردان بر جامعه اسمشو بذاری پدر سالاری،
پدر سالاری یه ساختار خاصیه که بین اقوام مثلا عبرانی بوده، به اون شکلی که ما به ابراهیم میگیم پیتریارک، میگیم پدر سالار. اصلا توی متون عبری هستش دیگه، ابراهیم پدر سالار بوده. یعنی چی؟ یعنی ابراهیم به زنانش و اون بچه هاش تسلط داشته و این واحد حالا مدنی اون جامعه بوده. یک سری خانواده های خیلی گسترده که توش یک مرد که پدر بوده با اون نقش پدریش تسلط داشته و تو اینو نمیتونی بیای به هر نوع، مثلا تو اگه جامعه آتنیت مردا به صورت شورایی دارن حکومت میکنن، این که اون پدر سالاری نیست، تو شورای مردانه است که الله حاکمه. یعنی هر نوع غلبه مردا توی جامعه، هر نوع مرد سالاری پدر سالاری نیست. اینم حالا این وسط خواستم تو پرانتز بگم. و خب همین دیگه، خیلی تنوع زیاد بوده. طبیعت هست که به قول تو چون امپراتوری متمرکز حالا واحد یه دونه با توی منطقه عظیم نبودن، مثل اینکه بعضی زنها خیلی بهتر بودن، متنوع‌تر بود. خب بعضی جاها هم بد بوده. مثلا توی قسمت بعدمون که بین النهرین رو می‌خوایم بررسی کنیم به آشوریا میرسیم. آشوریا وحشتناک بوده از نظر سرکوب زنا، ولی تنوع داشته دیگه. آره، یعنی هر قومی انگار یه سنت خاص خودشو داشته. آره. خب حالا ما بخوایم رو منطقه مدیترانه متمرکز بشیم، 3 منبع اصلی هستش که روی نهادهای فرهنگی اجتماعی مرتبط با زنها توی این منطقه تاثیر گذاشته. یکی مصر باستان، یکی یونان کلاسیک، یکی مسیحیت. آره، دکترین مسیحیت. که حالا یکی اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، اول از همه مصر این یه قسمت، بذار این چیزام نشون بدیم از کلئوپاترا. گفتیم کلئوپاترا یه جاهایش واقعا نکته‌های مهمی هم گفته، مثلا همین که توی مصر باستان زنان از برابری خیلی بیشتری برخوردار بودن. میدونی قبلش میتونیم اینطوری بگیم که واضح تر باشه این تصویر مستند، این که تو یونان وضعیت زنان خیلی جالب نبوده دیگه. اصلا زنان هیچ فعالیت اجتماعی سیاسی که اصلا نداشتن. توی مصر و حالا بالاخص تو این دوره که کلئوپاترا با سزار میشه مشخص میشه که چقدر وضعیت زنای مصری برای خود یونانیا واقعا تعجب آور بوده. میخوای اول باورشون نمیشه. آره بگیم مثلا بعد ببینن چجور بوده وضعیت یونان، چون تو تا زمانی که ندونیم مثلا زنای یونانی وضعیتشون، چون اسم یونانیا مهد دموکراسی و فلسفه و بایست غربی خیلی مثلا فوق العاده پیشرو و پیشگام بوده. بعد مثلا تصورمون از مصر ممکنه حالا مثلا یه ذره عقب‌تر باشه. حتی همین کلئوپاترا رو هم یا کلئوپاترا رو هم مثلا میگن که انگار یه زنی بوده که مثلا با استفاده از مثلا زیبایی‌های زنانش قدرت سیاسی به دست می‌آورده. آره، یعنی مثلا انگار همون سرکوب میشه. انگار که این قدرتش یه قدرت نهادی نبوده که خیلی از زن‌ها میتونستن بهش برسن. آره، یعنی مثلا اصلا به سیاس بودن و سیاست مدار بودنش توجه نمیشه. خب یه زن زیبا بوده، خب دیگه من همین مثلا ما هنوزم داریم انگار. آره، کوچیکش می‌کنم. آره، یعنی مثلا ولی این خیلی مهمه که مثلا زنای یونانی هیچ نقش اجتماعی نداشتن. خب و حتی من توی کتاب هنری میخوندم که اصلا این زنای یونانی انقدر جامعهشون از مردا جدا شده بود که مردای یونانی یه دوره خیلی طولانی اصلا همجنس باز میشن، انقدر که زنها از جامعه دور بودن و بچه ها پیش زنها بزرگ میشدن. انقدر مثلا وضعیت وقتی بوده. ولی ما تو مصر همچین چیزی رو نداریم. ما کلئوپاترا داریم. اینی که گفتی خیلی جالبه، چون بعداً به دکترین مسیحیت هم میرسیم. حالا نمیخوام جلو بگم، ولی اون بخشیش هست که میگه زنها چه کار کرده توی خلقت دارن، یه روحانی مسیحی. بعدش چون حتی تو قسمت مونس بودن هم میاد میگه مردا مونس بهتر دارن دیگه. یه جورایی ریشه تو هم داره، حالا بهش میرسیم. آره، ببین یونان کلاسیک، یعنی قبل از دوره هلنیستی، یونان کلاسیک خیلی رفرنس معمولا برای مقایسه حالا وضعیت زنها تو تمدن‌های اطرافش، چون خیلی مطالعه شده. اروپایی‌ها خیلی علاقه‌مند بودن، حالا تو قرون مثلا 19 و 20 خیلی مطالعهش کردن و ما یه تصویر خیلی روشن از وضعیت زنها توی یونان کلاسیک داریم. همونجوری که گفتی زنها خیلی منزوی بودن و زنان محترم و آزاد، اونایی که برده نبودن اصلا نباید توسط مردانی که از بستگان نزدیکشون نبودن دیده می‌شدن. زنان متشخص‌تر که حتی هرچی متشخص‌تر می‌شدن حتی سعی می‌کردن بستگان مردشون هم نبیننشون، مثلا عمو، نمیدونم دایی و اینا.
و تو محله‌های تفکیک شده زندگی می‌کردن. سخنورای یونانی‌ها و سخنوریشون خیلی معروف بودن دیگه، که تو میدونا یه سری سخنور خیلی ماهر داشتن وای می‌ایستادن خطبه می‌خوندن. اونا توی خطبه هاشون هستش که زنان رو برای چی تقسیم می‌کردن؟ برای ساکت بودن و نامرئی بودن. اینو فضیلت می‌دونستن برای زنان. یه جورایی آره مثل منبرای الان. توی نطق‌هاشون هم سعی می‌کردن اسم زنای محترمی که هنوز در قید حیاتن رو نیارن. و از نظر شهروندی قوانین مدنی زنان هرگز تو قانون آتن به بلوغ نمی‌رسیدن. مردا تو سن 18 سالگی بالغ به حساب می اومدن، اما زنان مطابق قانون توی حضانت شوهرانشون و خردسال حساب می شدن، حق مالکیت نداشتن، نمیتونستن برای خرید حتی برن به بازار، چون از نظر ریش سفیدای یونانی حتی خرید روزمره هم یه معامله مالی پیچیده بوده که زنها عاجز بودن از انجامش. زنها دقیقاً عقلشون کفاف نمیدادن. و حالا توی شرایطی که این هنجاره اجتماعی زنان رو عملاً توی موضع تبعیت و فرودستی گذاشته بوده، یونانی‌ها میان چیکار میکنن؟ میان این سرکوب و تبعیض رو تئوریزش هم میکنن. منظور چه؟ ارسطویی که انقدر ما خیلی پدر مثلا چه میدونم فلسفه طبیعی و مشاهده گرایی و از اینجور چیزا میدونیم، امپریسیزم، پدر اینجور سنت‌های خیلی مهم تو تاریخ علم میدونیمش. این میاد با نظریه پردازی و فلسفهش از حقارت بیولوژیک زن‌ها حرف میزنه و اون فرودستی رو که اصلا ساخته دست بشر جامعه به زن‌ها تحمیل کرده رو یه جوری تئوریزه میکنه که انگار قانون طبیعته، چیزی که ساخته دست یونانیاست. چون ما الان میخوایم مصر رو بگیم، نه هم مقدمه است که مصر رو بگیم، میبینیم که تو مصر همچین چیزی نبوده. ساخته دقیقاً یک تولید بشری مصنوعیه، بشری یونانی مصنوعی رو میاد میگه که قانون طبیعته. و یه بخشی از انتقاد ارسطو از کتاب جمهور افلاطون هم به همین برمیگرده، چون افلاطون انقدر از آتن بیزار بوده که کتاب جمهورش که آرمان شهرش رو توصیف میکنه تقریبا همه اون چیزاییه که آتن نیست. یعنی میاد میگه آرمان شهر همه چیزاییه که آتن نیست. و اون خب معروفه دیگه، کتاب جمهور زنام نسبتا برابرن با مردا از نظر آموزش، از نظر اینکه میتونن به قدرت برسن، میتونن به حالا همه اون فضیلت‌هایی که کتاب جمهورش افلاطون ذکر میکنه نمیاد مردا رو از زنها جدا بکنه. و خب اینو به شدت میکوبه به ارسطو، چون میاد میگه نه، قانون طبیعته که زنها فرودست باشن و متفاوت باشن. حالا از این بگذریم. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، نوزاد کشی، سنت نوزاد کشی، کشتن زنده به گور کردن دخترها، نوزادای دختر. حالا ببین همین اسمش میاد یاده کی میافتیم؟ مثلا عرب جاهلیت. عرب جاهلیت. که مثلا حالا حضرت محمد میاد مثلا اصلا یاد آتن نمیافته. کسی اصلا یاد آتن نمیافته. ولی بین یونانی‌ها رایج بوده و بعدا بین رومی‌ها حتی بیشتر هم میشه، اما از یونانی‌ها به رومی‌ها میرسه، تا حدی که حالا خیلی اوج که میگیره رومی‌ها دور انداختن نوزادای دختر رو به صورت ضمنی و تلویحی تو قانون مدونشون هم میارن. یعنی چی؟ یعنی اینا یه قانونی داشتن که پدرها رو موظف میکرده همه پسرانشون رو بزرگ کنن. یعنی اگه پدری یکی از پسراش رو مثلا طرد میکرد، این کار غیر قانونی کرده بود. ولی در مورد دخترها فقط مکلفشون میکنه یه دختر رو بزرگ کنن. میگه اگه بقیه، یعنی یه دختر رو شما نگه دارین کفایت میکنه، کافیه، بقیه رو وظیفه‌ای نداره، میتونید نابودشون کنید. که اکثرا هم تو جنگل رها می‌کردن. دقیقاً یه سنتی شکل میگیره که نوزادای دختر رو تو جنگل رها میکنن تا بمیرن. و یه نکته که مهمه اینه که این فرهنگ اشراف رومی بوده. به خاطر همین ما نمیتونیم بگیم به خاطر فقر و ناچاری و نیازهای مادی دخترشون رو مینداختن دور. چون مثلا توی چه میدونم چین زمانی که اجازه نمیدادن خانواده بیشتر از یه بچه داشته باشن، این حرف بود که سعی میکنن پسر داشته باشن و دخترشون رو نمیدونم چیکار میکردن، ولی به خاطر اینکه فقط میتونستن یه بچه داشته باشن و حس میکردن مثلا پسر باشه اون یه بچه از نظر مادی براشون بهتره، براشون کار میکنه، منبع درآمد میشه. ولی این قضیه نبوده توی روم اشراف بودن، متمکن بودن و
به خاطر نیاز مادی نبوده، فقط زن ستیزی فرهنگیشون بوده. حالا این تصویریه که از یونان. آره دولت شهر یونانی به این شکل بودن. بیشتر البته بر اساس این داده ها بر اساس آتنه، ولی بقیه دولت شهرها هم چون آتن هژمونی فرهنگی داشته و قبله آمال بقیه دولت شهرهای یونانی بوده، بقیه‌شون هم سعی می‌کردن شبیه آتن بشن. واسه همین کم و بیش درباره کل یونان این تصویر وجود داره. حالا مصر قبل از اینکه با یونان قاطی بشه اطلاعاتمون دربارش ناقصه و نمیتونیم حالا دقیقاً بدونیم رفتار مصری‌ها با زنا قبل از ورود خاندان‌های یونانی چه شکلی بوده. اما سارا پومروی حالا یه محققیه که به صورت تخصصی روی مدیترانه زنان تو مدیترانه باستان کار کرده. آمریکایی هم بود البته. آره آمریکایی هم هست و یکی از تحقیقاتش رو به زندگی زنان یونانی اختصاص داده و نمیاد فقط به منابع یونانی اتکا کنه، چون ما میدونیم که مثلا ما درباره خود تاریخ ایران هم میدونیم هرودوت تحریف کرده دیگه خیلی از تاریخ ایران رو، چون اون موقع اینجوری نبوده که تاریخ نویسا تعهدی داشته باشن که تاریخ رو اونجوری که هست بنویسن. اصلا تاریخ نویسی به این شکل اون زمان معنا نداشته. بیشتر تاریخ نویسی در خدمت دربار بوده، یعنی تو اگه در خدمت دربار یونان بودی چیزایی رو مینوشتی که اونا دوست دارن. اسطوره نویسی بیشتر. آره ما تو ایران هم اینو داریم، یعنی شاعرها و تاریخ نویسا قبلا شغلای مزدبگیر بودن. آره یعنی مزد میگرفتن، شعر میگفتن، مزد میگرفتن، تاریخ مینوشتن. اینطور هم یه پژوهش آره پژوهش نبوده، بر کشف واقعیت نبوده. آره و خب این ایراداییه که به تاریخ نویسای یونانی وارده و ما مثلا بخشی از تاریخ مصر رو که از طریق پلوتارک میدونیم این خیلی محل انتقاده. ولی خب یه کسایی مثل این سارا پومروی اومدن از منابع متنوعی استفاده کردن. میدونی همین تو این مستند نتفلیکس هم میگه که این پلوتارک پروپاگاندا کرده مثلا. از طریق پروپاگاندا میاد میگه که نمیدونم این کلئوپاترا بذاره جالب اون که میگه که مثلا این از طریق زنانگیش بذار تیکر بیاریم. خب یه لحظه فقط این یه تیکش درباره دوباره اون بحث نژادی کلئوپاترا رو یه تیکه نشون بدیم قبل اینکه بریم سراغ اون قسمت شخصیت خودش. We don't know her exact racial heritage. دارم میگم ما دقیقاً نمیدونیم چه نژادی داشته. We don't know who. خب یه لحظه من این میکروفون رو ببندم. Cleopatra's mother was. There's been a lot of research to prove that her mother was Egyptian, but we can't know for sure. It's also uncertain who Cleopatra's grandmother was. Cleopatra's father was given a nickname which was illegitimate, so people recognized that his mother had probably been somebody who was at the royal court. It's possible that she was an Egyptian. میگه ما مدرک نداریم که دقیقاً کی بوده مادرش، ولی صرفاً از این لحاظ که نیکنیمی که به پدرش داده بودن legitimate یعنی مشروع، حاکم مشروع. میگه از اینجا میتونیم حدس بزنیم که میتونیم بگیم که احتمال اینکه مادرش یه زن مصری بوده وجود داره. حالا زن مصری هم اگه بوده، زنای مصری سیاه‌پوست نبودن، بیشتر نزدیک بودن به غرب آسیا دیگه از نظر نژادی. یعنی مدرکی ندارن ولی اصرار دارن که بگن، یعنی اون چیزی اولش اصرار داشت بگه که سیاه‌پوست بوده و این میراث رو میتونن کاملا هم بازیگرای سیاه‌پوستن، بازیگرای چیز نیستن، با شکل و شمایل خاورمیانه‌ای اصلا نیستن که حالا تو آمریکا بهشون میگیم قهوه‌ای، کاملا سیاه‌پوستن. حالا این تیکه هم این وسط آوردیم. Famous historic events that's ever been recorded. But the exciting story of her being smuggled in a carpet is very unlikely. Even if Cleopatra was smuggled in, it would have been more likely perhaps in a bag. ببین اینجا دارن در واقع البته اون داستان چیزو میگن، داستان این که چجوری بعد از اینکه سزار اسکندریه رو گرفت، کلئوپاترا رفت به دیدن سزار
چون که میخواست حالا چیز کنه، قدرت خودش رو یه جورایی تثبیت کنه حتی بعد از اینکه اسکندریه سقوط کرد. و چون که در واقع حالا 2 سال قبلش کلئوپاترا از شهر خارج شده بود چون برادرش بطلمیوس علیهش توطئه کرده و حالا یه سری این داستانا وجود داره، ولی اینا دارن اون لحظه ای رو میگن که کلئوپاترا برگشته به اسکندریه، یعنی پایتخت خاندان بطلمیوسی، و میخواد به دیدن سزار بره که حالا باهاش مذاکره کنه. اینجا اونو دارن اینجا آره میگن. اون اول تقریبا اوایل مستند میگه که پلوتارک از طریق این پروپاگاندایی که حالا داشت علیه کلئوپاترا میگفت، میگه که مثلا این کلئوپاترا هم از زیباییش استفاده میکرده و مثلا آره این تو ادامه اینو میگه خب، ولی تو این قسمت که حالا یه چیز دیگر نشون میده که مثلا کلئوپاترا از طریق ارتباطش مثلا با سزار دنبال دیپلماسی و روابط سیاسی بوده. آره کاملا واقع بینی سیاسی داشته، می‌خواسته قدرتش رو نبوده. آره نمال مذاکره بره. زیباییش مثلا آره. می‌خواسته. این یه تیکش جالبه، بزنید تیکشو بذاریم. The source for the story is a Greek historian, Plutarch, who lived 150 years after Cleopatra died. He doesn't know. There was a propaganda attempt to sway the Roman public away from Cleopatra. So she now is this temptress as opposed to being this beautiful woman that everybody was attracted to. There has اینه دقیقاً اونجایی که گفتی. داره میگه که پلوتارک که 150 سال بعد از همین وقایع زندگی میکرده، یه مورخ یونانی بوده، تصویری که از کلئوپاترا ارائه داده صرفاً یک زن اغواگر بوده، تمپرس، و نه یه زنی که خیلی زیبا بوده و خیلی نفوذ داشته، مثلا خیلی دانشمند بوده. قبل از این همه زندگی کلئوپاترا رو توضیح دادن که چه زن دانشمندی بوده و اینا. و حالا در ادامه این هم میاد توضیح میده که کلئوپاترا وقتی وارد یونان میشم برای یونانی اصلا کلا عجیب بوده که یه همچین زن فرهیخته، چون تو زنای خودشون نداشتن همچین چیزی. یعنی طبیعیه که 150 سال بعد اصلا پلوتارک نتونه درک کنه یه زن چجوری انقدر قدرت داشته و بیاد نسبتش بده به حالا یه جالب‌تر، حالا مثلا انگار صفت زیبایی با صفت مثلا سیاس بودن کنار هم نمی‌گنجه. البته اینا دارن میگن چرا میگنجه ها، نه میگم پلوتارک برای پلوتارک. آره برای مثلا یونانیای اون موقع مثلا انگار یه زنی که اگه میخواد تو این فیلد هم مثلا تو این حوزه هم کار کنه. آخه ببین اصلا اینا همچین تصوری نداشتن که زنی بتونه بیاد وارد قدرت بشه، چون که حالا بعدا ما یه مقایسه نهادی بین امپراتوری و سازوکار امپراتوری و سازوکار حالا دولت شهری یونانی که میکنیم نشون میدیم اصلا زن فقط حوزه عملیاتش، حوزه فعالیتش توی خونه بوده، توی محیط خصوصی بوده، نه تو محیط عمومی. آره بزندمش. to be something mystical about her. There has to be something seductive in a kind of evil way. Leave us. Well, you have your audience. On behalf of my late father and I, the great Ptolemy Auletes, please accept my deepest sympathy for the sad passing of the great Pompey. He and my father were dear friends. اینجا برادر کلئوپاترا پومپیو کشته و پومپی دوماد سزار بوده. اون میدونی الان این دوره‌ایه که توی جمهوری روم جنگ داخلی شده، یه طرف حالا سزار و فرمانده‌های وفادار به اونن، یه طرف پومپی و حالا اون سناتورا و اون طبقه آریستوکراسی هن. ولی خب پومپی و سزار با اینکه رقیب همن توی روم، ولی اینا چیز هم هستن دیگه، خانواده‌ان. اون دوماد اینه، پومپی دوماد سزاره. و بطلمیوس برادر کلئوپاترا که اونو کشته، پومپیو کشته، باعث شده که تازه سزار رو عصبانی تر کنه. میخواسته مثلا متحد سزار بشه از این طریق، ولی بدتر عصبانیش کرده. و این مستند اینجوری نشون میده که کلئوپاترا اون زیرکی رو داشته که نمیخواسته، میدونسته یعنی کشتن پومپی اشتباهیه، جا نشون داد.
و حالا الان اومده یه جوری حالا مخفیانه وارد اتاق سزار کردنش، چون اگه مستقیم میومد راش نمیدادن دیگه، مخفیانه واردش کردن بر طبق اون چیزی که پلوتارک نوشته و الان داره مذاکره میکنه و معذرت خواهی میکنه از اینکه کشته شده پومپی. Made him like a father to me. He showed us great kindness while we were in exile in Rome. And you repaid that kindness with his death. If I had been on Egypt's throne, he would still be alive today. I risked your wrath for him. We served Rome. We sent soldiers. It was not a move against you or ill towards Rome, but a sign, not the ruler that stands before you now. Unlike Roman women, who traditionally are expected to stay home and not take part in political affairs, Cleopatra was a world leader. خب دیگه اینجا دقیقا همینو میگه برعکس زنان رومی که ازشون انتظار میرفت تو خونه بمونن و هیچ نقشی تو سیاست نداشته باشن، کلئوپاترا یک رهبر جهانی بوده. و حالا ما الان نشون میدیم تو ادامه که توی مصر کلئوپاترا استثنا نبوده. رومی‌ها فکر می‌کردن این یه زن استثنائیه، با زیباییش، اغواگریش تونسته این نفوذ رو پیدا کنه، ولی قبل از کلئوپاترا این کلئوپاترای هفتمه. کلی کلئوپاترای دیگه داشتیم، کلی مثلا آرسینوئه داشتیم. این یه سنت بوده توی مصر. و این ادامهش چیزی داره بذارم؟ نه دیگه. بعد میگه که اصلا سزار کسی بوده که با این راجع به کار نظامیش و اینا صحبت میکنه، یعنی تعریف میکنه دقیقاً اصلا این به چه شخصیتیش که مثلا چه جوری سیاسی اجتماعی بوده که زنای رومی نبودن. حالا دوست داشتید نگاه کنید. آره جالبه. همون میخواد مطرح کنه این قضیه انتقادی رو، ولی یه ایرادی که داره، حالا قبل اینکه برگردیم به حرفای خودمون، این مستنده انتقاد میکنه از این منابع رومی و یونانی که به ما مسلط شدن و یه تصویر خیلی تقلیل گرایی از کلئوپاترا ارائه دادن، ولی بعد انگار خودش تو اون دام میفته، چون تصویری که بعداً نشون میده خیلی هی کلئوپاترا و سزار رو تو تخت نشون میده، خیلی بعد حالت رمانتیک. در صورتی که ببینید درسته که کلئوپاترا ازدواج کرده با سزار، ولی اینجوری نبوده که لزوما یک لذت شهوانی از حضورش میبرده یا یه رابطه رمانتیکی داشتن، چون اون زمان نهاد ازدواج، باید اینو حواسمون باشه، نهاد ازدواج چیز رمانتیکی نبوده. اولا چیز رمانتیکی نبوده، بعدا مشخصا توی مصر برای قدرت بوده. یعنی کلئوپاترا اولین شوهرش برادر 11 سالش بوده که توی همین کتاب سارا پومروی نوشته اصلا اینا با هم ارتباط جنسی نداشتن. ازدواج یعنی نهاد قدرت، چون یه زن و شوهر که معمولا هم خواهر و برادر بودن تبدیل می شدن به اون واحد حکمران توی مصر و نماینده خدا بودن. مثلا قبل از اینکه بطلمیوسیا حاکم بشن، فراعنه رو وقتی ما داشتیم، خاندان‌های حکومتگر خود مصر رو داشتیم، همیشه اینجوری بوده که اینا در واقع به نمایندگی از خدایان، حالا اون خداها هم دوتا، یه زن و یه مرد بودن، آیسیس و اون یکی اسمش یادم نیست، و اینا انگار تجسم زمینی خدا بودن. اصلا بحث این نبوده که برن تو تخت با هم. آره دیگه. بعدش اصلا کلا میگم که اولش هم گفتیم کلا ضد و نقیض خیلی داره دیگه. میان اول پلوتارکو مثلا میکوبن، بعد خودشون مثلا نشون میدن که خب این همینطوری فقط کل سریال رو حول این تخته میچرخه. بعد که سزار کشته میشه، بعد میره با اون یکی مرده که مارک آنتونی با اون اونم دوباره دقیقاً مثلا نشون نمیده که ازدواج با اونم مثلا سیاسی بوده، دوباره اونم روابط عاشقانه رمانتیک. آره تینیجریه دیگه، ولی آره مثلا یه سری نکاتش خوبه، یه سری اشتباهات هم داره دیگه تو خود سریال. آره میشه آدم بگه واسه جذاب کردن سریاله که انقدر رمانتیکش کردن؟ نه میدونی، آخه کسی که مثلا میره مستند کلئوپاترا میبینه این صحنه‌ها براش جذاب نیستن. آره میدونی، همون دقیقاً. یعنی کسی که بالاخره 2 تا کتاب، مقاله، مثلا چیزی خونده، حالا میخواد مثلا بره یه چیز جالب‌تر، یه چیزی حتی مثلا اون صحنه رو تخت نشستن کلئوپاترا انگار تو همون مثلا فیلم برداری کردن. جذابیت بصری هم سریالش خیلی نداره. آره یعنی دکورشون هم حتی دکور خیلی اشرافی جالبی نچیده بودن. کلا شخصیت جالبی از کلئوپاترا ارائه نمیدن، با اینکه خیلی تلاش با اینکه خیلی تلاش میکنن مثلا اونو به عنوان یه زن پیشرو قدرتمند نشون بدن، ولی کاملا به نظر من با شکست روبرو شده پروژهشون. بذار یه ذره دفاع کنیم ازشون. خیلی یه چیزی هم که هست،
آزادی، بحث همون اخلاق جنسیه دیگه. گفتیم از نظر معیارایی که وجود داره توی بررسی جایگاه زنان تو حال تمدن‌های باستانی، یکی از معیاراش همین اخلاق جنسیه. فکر کنم اینا اون وجه هم خیلی روش تاکید داشتن، اگه یادت باشه که اخلاق بچه جنسی دار هم شد و میگی آره براشون آزادانه مهم تر نبود. بوده. آره یعنی شاید اینم میخوان روش مانور بدن که زنها از نظر جنسی توی مصر انقدر محدود نمیشدن که توی یونان و روم میشدن، چون دقت کرده باشی یه جاش میگفت و واقعا هم همین بوده، اینکه کلئوپاترا با مردی که باهاش ازدواج نکرده رابطه داره، ازش بچه دار شده، این اصلا چیز قبیحی نبوده توی جامعه مصر. آره خود برادرش یه تیکه که همونم خیلی تیکه جذاب فیلم نبود، مثلا میگه که you're bedding with my wife، یه همچین you're bedding with my wife آره مستقیم میپرسه. ولی بعدش مثلا کلئوپاترا بچه دار میشه و تمام اون اشراف زاده ها بچه رو میپذیرن. یعنی مثلا اینجا اینجا درسته. آره اینم ولی زیاد دفاع نکن. نه ضعیفه، کار ضعیفیه و واقعا شخصیت کلئوپاترا رو سطحی نشون میده. همین این وجه رمانتیک بودن قضیه به نظرم خیلی غیر تاریخیه. حالا از این که بگذریم، خب یه چیز دیگه، حالا چرا انقدر مصر با روم فرق داشته؟ روم اون زمان به خاطر اینکه مصر از دل یه سنت متفاوتی اومده دیگه. سنتی که تو مصر بوده سنت اون فراعنه بوده و اون امپراتوری عظیم مصری که حالا چند هزار سال اونجا مستقر بوده. خب ولی بطلمیوسیا بعد از حالا حمله اسکندر اولین بار که میرسن اونجا، این کلئوپاترای هفتم آخرین حاکم بطلمیوسیه. الان ما می‌خوایم برگردیم عقب ببینیم مثلا چی شد که کلئوپاترا مگه خودش یونانی نبود، پس چرا اینجوری شد؟ و انقدر مثلا خود رومیا حیرت کرده بودن از اینکه این زن انقدر قدرت داره. اوایل که بطلمیوس وارد شدن مسلما فرهنگ یونان رو با خودشون آوردن توی مصر، اما به مرور با اون جامعه مخلوط که شدن و دیدن که چقدر مثلا متفاوته، کم کم شبیه اینا شدن و کم کم یه چیزی که جالبه اینه که یه تعداد زیادی از زنهای یونانی مهاجرت کردن به مصر. یعنی ببین فتح مصر توسط اسکندر میشه سال 331 پیش از میلاد. خب اون زمان در واقع از همون دل دولت شهرهایی مثل آتن اومده بودن این یونانیا که زنها کامل جدا بودن. دموکراسی اصلا ربطی به زنها نداشت، همه مردا بودن، شهروندا مرد بودن، دور هم جمع میشدن، تصمیم گیری میکردن. و پای یونانیا به مصر که میرسه، اون زمان 3000 سال از تمدن مصر میگذشته تو اون زمان و کم کم این خبر به دولت شهرهای یونان میرسه که اینا چی مشاهده کردن تو مصر، وضعیت زنها چجوری بوده و باعث میشه برای زندگی بهتر شروع کنن مهاجرت کنن به مصر. حالا بخوایم مشخصا بگیم این خبری که به گوش یونانیان چی رسیده بوده اصلا چه خبری براشون جذاب بوده. یعنی خودمون رو بخوایم جای یونانیا بذاریم، اولا زنای مصری از معاشرت با مردم منع نمیشدن و برخلاف قوانین یونان، قانون مصر زنها رو ملزم به داشتن قیم مرد نمی‌کرده. زنای مصری میتونستن به تنهایی تو اجتماع حضور داشته باشن، حق مالکیت، اداره اون املاکشون، ارث بردن از والدین و انتقال اموالشون رو داشتن. اینا رو هیچ کدوم یونانی‌ها نداشتن. تعدد زوجات ممنوع بوده، یعنی یه مرد نمیتونسته با چند تا زن باشه. باز برخلاف یونان زنها میتونستن یک طرفه طلاق رو جاری کنن. تازه بعد از طلاق شوهرشون موظف بوده جهیزیه کامل رو پس بده. و خب اینا اون روح برابری طلبی که تو قانون مصر حاکم بوده رو نشون میده. و چیزی که جالبه زنان همه طبقات از این حقوق برخوردار بودن. اینجوری نبوده که فقط اشراف و اونایی که به خاندان حالا فراعنه وصل بودن این حقوق و مزیت‌ها رو داشته باشن. یعنی یه زن کشاورزم مثلا این قوانین رو شامل حالش مثلا آره مالکیت و این چیزا. حالا باز یه تمایزی اول ویدیو گفتیم بین مرد سالاری و پدر سالاری هست. یه تمایز دیگه که وجود داره بین مرد سالاری و زن ستیزی سیستماتیکه. اینجا منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که ما اشتباه نکنیم، توی جامعه مصر هم اکثر وزیرها مرد بودن، اکثر مثلا تاجرها مرد بودن، مناصب اداری و تصمیم گیری ها اکثرا دست مردا بوده، مرد سالار بوده.
ولی تفاوتش با یونان اینه که زن ستیز نبوده، یعنی اون قانونای ضد زن که زنها رو نوزاد کشی دختر رو مثلا میگه زن خردسال محسوب میشه، زن به خردسال بلوغ محسوب نمیرسه. شه، آره، یا اجازه بده نوزادای قیمومیتش، دختر آره. بکشن، اینجور چیزا نبوده قوانین. یعنی میدونی تو کانتکست معاصر اگه بخوایم فکر کنیم مثل اینه که تو فرض بگیری یه جامعه‌ای داری که تو پارلمانت اکثر نماینده ها مرده، ولی لزوما به این معنی نیست که قوانینی که توی اون جامعه وجود داره علیه زن زن‌ها ستیز باشه. باشه، درست. آره، حالا به هر دلیل اکثرا مردا رفتن تو پارلمان، ولی قوانین کاملا آره. حقوق زن‌ها رو محفوظ کرده. خب حالا میگیم توی یه همچین کانتکستی مصری‌ها وارد میشن، خاندان بطلمیوسی، و به تدریج تحت نفوذ فرهنگ اروپا، یعنی درسته که بطلمیوسی‌ها تحت تاثیر مصر قرار میگیرن، اما مصری‌ها متقابلا تحت تاثیر فرهنگ اروپا تغییر میکنن و اونا هم یه مقدار المانای حالا زن ستیزانه رو از یونان وارد میکنن. لحظه این خب یه چیزی که مثلا خیلی جالبه، مورخا میان فهرست اسامی حاکمان مصر رو تهیه میکنن دیگه. حالا پاپیرولوژیستا و مورخا این فهرستا رو سالهای سال تهیه میکردن. آره ویدیو چک کن. آره برم از اول خراب شد. نه خراب این دیگر نشد. در میارم. آره. و وقتی نگاه میکنین تو دوران حالا حکومت بطلمیوسی ها مثل دوره قبلی مصر میمونه، مثل دوره فراعنه میمونه که خیلی وقتا ملکه ها اسمشون قبل از پادشاه ها میاد، چون معمولا زوج بودن، ولی خیلی وقتا اسم ملکه ها اول میاد چون قدرت واقعی دست اونا بوده. حالا بذارین از تو کتاب یه چند تا نمونه خیلی جالب از تو کتاب همین سارا پومروی من نشون بدم. خب نگاه مثلا درباره آرسینوئه دوم که فکر کنم حدود مثلا 250-300 قبل از میلاد، خیلی قبل تر از این کلئوپاترا آخری است. این یه بخش از کتاب همین سارا پومروی یه چیزی رو مطرح میکنه. ببین پلوتارک اومده نوشته که مادر آرسینوئه یعنی برنیس اول قدرت خیلی زیادی داشته و خب گفتیم برای پلوتارک به عنوان یه مورخ یونانی این چیز عجیبی بوده. اما این کتابش اومده بررسی کرده که منشأ قدرت آرسینوئه و حالا مادرش برنیس اول دقیقاً کجا بوده. این ممکنه یه قدرتی باشه که به واسطه یه مرد باشه، یعنی مستقل نباشه، یعنی به واسطه اینکه همسر یه کسی دیگه ای بوده و اومده براش مثال آورده که مثلا تو اودیسه یا حالا هم اسطوره‌های یونانی و کلا تو کانتکست یونانی ما همچین چیزی رو داشتیم که زنانی بودن که به واسطه ارتباطشون با یه مرد قدرت داشتن، ولی بعد میاد نشون میده که در مورد این ملکه های مصری اغلب اوقات منشأ قدرت خود زنه بوده، the woman herself، و این معمولا یه مقدار مستتر بوده، حالا اینجا نوشته بروز نمی‌کرده، ولی منشأ قدرت خودش بوده. یعنی نهادهای مصری به نحوی بودن که خود زن میتونسته به قدرت برسه، لازم نبوده توی محیط مردانه مانور بده با ارتباط و نتورکینگ و این حرفا. و حالا میاد میگه که گفتیم که تاثیر متقابل بالاخره رو هم گذاشتن، مصری‌ها هم روی رومی‌ها تاثیر گذاشتن، و میاد میگه یک همچین نفوذی بین زنان قدرتمند رومی توی اواخر دوره جمهوری توی چیزم دیده میشد. اواخر دوره جمهوری روم دقیقاً همون اواخر حکومت بطلمیوسی، جنگ داخلی بین سزار و پومپئی و اینا، همون دوره که سزار بعدش بعد تحت تاثیر کلئوپاترا به فکر دیکتاتوری و اینا میشه. آره دقیقاً دیکتاتوریشون هم متأثر از همون نظام حاکم توی مصر بوده. و خب میگه دوره حالا اوایل دوره بطلمیوسی چون یه مقدار منابع محدودتره نمیشه خیلی مشخص کرد که ابعاد این قدرت چقدر بوده، دقیقاً چقدر قدرت داشتن، و اینجا میگه که فقط به منابع یونانی نمیشه تکیه کرد، برای اینکه حالا این تیکه کلا داره درباره آرسینوئه حرف میزنه. آرسینوئه میگیم که اوایل دوره بطلمیوسی حرف میزنه و آره نمیشه فقط به منابع یونانی تکیه کرد. حالا یه تیکه جلوترش
بنابراین میاد رجوع میکنه به منابع مصری و میگه منابع مصری یه تصویر کاملا متفاوت از آرسینوئه نشون میدن و نشون میدن که اون به عنوان یه فرعون شناخته، یعنی لقب فرعون رو گرفته. King of حتی. Upper and Lower Egypt. شاه آره. تمام مثلا مصر میشه دیگه. مصر اولیا و سفلا. مصر آره دقیقا. میگه احتمالا این لقب رو حالا بعد از مرگ بهش دادند، چون که مثلا همزمان با آرسینوئه بطلمیوس دوم هم شاه بوده و به نفعش نبوده که همزمان با خودش اجازه بده این لقب مقاومت میکرده احتمالا. ولی اینجا میگه این فرقه آرسینوئه دوم تبدیل به یه مدل شد برای فرقه های بعدی، برای ملکه های بعدی. میبینی یعنی نفوذ تدریجی اون فرهنگ باستانی مصر توی این یونانیا، اینا یونانی بودن. چرا برادر مقاومت میکرده بطلمیوس؟ چون یونانی بود. اگه مصری بود مقاومت نمیکرد. این تدریجی باعث میشه که این مدل آرسینوئه دوم استمرار پیدا کنه تا برسیم حتی به اون کلئوپاترای هفتم دیگه. اینجا رو ببین نوشته که به نظر میاد که منابع یونانی به طور آگاهانه یا حالا غیر آگاهانه این جلوه از قدرت زنان رو سرکوب کردن. به خاطر اینکه فرهنگ یونانی اون دوره عادت نداشته و نمیتونسته تحمل کنه که یک زن نقش شاه رو ایفا کنه. و حالا همین از این تیکه که بگذریم، اینش هم جالبه. میگه تئوکریتوس که خب یه شاعر یونانی بوده ولی متأثر از حالا اون استادای مصریش بوده، استادایی که توی اسکندریه بودن و مثلا فیلتاس. این اومده توی اشعارش به یک اندازه شاه و ملکه رو تمجید کرده، کاملا برابر با هم تمجید کرده. و دیگه اومده کارهای آرسینوئه رو گفته که اسپانسر خیلی مثلا فستیوالا بوده برای مردم و قدرت مستقلی داشته دیگه. حرف اینه. خب حالا فقط یه تیکه دیگه اون حرفی که خودمون زدیم که تصویری که یونانیا از کلئوپاترا ترسیم کردن این جلوتر تو کتاب میرسه به کلئوپاترای هفتم دیگه. اینم خواستم حالا یه تیکه از خود کتاب نشون بدم که این داره میگه این منابع باستانی که نسبت به کلئوپاترا دشمنی داشتن، همون یونانیا، خب اونا یه تصویری ارائه دادن که بالاخره متفاوت بوده از واقعیت کلئوپاترا و با منابع مصری خیلی تفاوت داشته. مثلا اومده این جلوتر میگه که یونانیا تو منابعشون هم پلوتارک و اینا کلئوپاترا رو به عنوان یه آدمی که از نظر جنسی ولنگار بوده و این انگار یه چیز بدی بوده تصویرش کردن، در حالی که همون چیزی که خودمون گفتیم توی جامعه مصر این مثلا به عنوان یه ابزار قدرت بوده این ازدواجا برای اون، اصلا ربطی به ولنگاری جنسی و رفتارهای همون شهوتی و اینا نداشته. و حالا اینجا میاد میگه که کلئوپاترا یه بچه از سزار داشته که اونم 3 تا از مارک آنتونی. البته درباره این که اون بچه سزار واقعا بچه سزار بوده میگه یونانیا اومدن توش حالا شک و تردید وارد کردن، در حالی که این کتاب معتقده که نه واقعا بچه سزار بوده. و ببین ریشه خیلی از این پروپاگانداهایی که علیه کلئوپاترا میشدن برمیگرده به اون حالا منازعه قدرتی که بین افراد بعد از حالا کشته شدن جولیوس سزار وجود داشته. بعد از جولیوس سزار اکتاویان و حالا همین مارک آنتونی و یه نفر دیگه که یه حکومت 3 نفره‌ای رو تشکیل داده بودن، اینا خودشون تا یه مدت تا مثلا سال 27 قبل از میلاد حدوداً فکر می‌کنم 10 سال این حکومت 3 نفره رو دارن. ولی تو تمام این مدت اکتاویان خیلی معروفه، کسی که به عنوان اون چهره خشن امپراتوری روم شناخته میشه، یه دیکتاتوری خیلی شدیدی رو حالا اونجا برقرار میکنه. این آدم بوده در واقع منشأ، اسمش هم هست سزار آگوستوس. سزار آگوستوس ملقب بوده به اکتاویان فکر میکنم. اینجا داره میگه بخش عمده از این پروپاگاندا توسط آگوستوس بوده و می اومده چی میگفته؟
هدفش این بوده که اون مارک آنتونی رو که با کلئوپاترا ارتباط داشته اینا رو بی‌اعتبار کنه و راحت‌تر شکستشون بده، که حالا تهش هم کلئوپاترا هم مارک آنتونی خودکشی میکنن و واقعا این سزار آگوستوس مسلط میشه. اما این برای اینکه اونا رو بی‌اعتبار کنه میاد کلئوپاترا رو به عنوان یه زن، اینا نوشته obnoxious life threatening، آدم بی‌بندوباره، حالا با سبک زندگی زننده‌ای که انگار یه تهدید علیه حالا اون تمدن و هنجارهای اخلاقی رومه معرفی میکنه و این اثر میکنه، به خاطر اینکه واقعا خب این طرز فکر رو داشتن یونانیا و رومیا. مثلا همچین پروپاگاندایی رو نمیتونست بیاد توی مصر بکنه که مصری‌ها تحویل نمیگرفتن. تو مستندم که نشون میده موقعی که البته کلئوپاترا داره با سزار صحبت میکنه میگه میخنده، بقیه رومیا که تو اون مجلسن انگار از این صحنه خیلی خوششون نمیاد، براشون جالب نیست اصلا دیدن این صحنه ها. یه مجلسی که اشاره میکنه اصلا تا حالا زن ندیدن اونجا. مثلا سیاستمدارای قدرتمند جمع شدن. و خلاصه میگه تو همه این پروپاگانداهایی که سزار آگوستوس تهیه کرد برای که قدرت خودش رو تثبیت کنه، ویلین اصلی، اون نقش منفی اصلی، منفور اصلی کلئوپاترا بوده، به جای اینکه مثلا دشمنای خودش مارک آنتونی و اینا باشن. این از این تیکه. خب حالا این تفاوت‌ها وجود داشته بین جامعه یونانی و جامعه مصری. در توضیح اینکه چرا این تفاوت‌ها وجود داره اختلاف نظر هست همیشه بین متخصصا، چون بحث این که تو یه سری داده داشته باشی یه چیزه، بحث این که تحلیل کنی حالا این چه چیزی این داده ها رو توضیح میده، اون عوامل زیربنایی و اونا رو بخوای توضیح بدی اون یه بحث دیگه است. ولی یه موردی که خیلی‌ها تو تحلیلاشون استفاده میکنن اون شکل و ساختار نظام کلانه که الله بالای حرفام خیلی هم بهش اشاره کردیم. حالا یه ذره دقیق‌تر بخوایم بگیم، اینجا تحلیلی که خیلی ارائه میدن در واقع اینه که هر فرهنگی تو بستر یه سازمان اجتماعی سیاسی شکل میگیره و تو مورد زنان هم میگن مثلا آتن کلاسیک یه نظام دموکراسی بوده. چجوری میشه که یه نظام دموکراسی زن ستیزترین جامعه اون زمان میشه؟ و اینا میان میگن که خب توی اون نظام تو تمام مردان جامعه از تمام طبقات اجتماعی توی سیاست مشارکت میکنن و درگیر تصمیم گیری و فعالیت اجتماعی میشن و مدام توی اون فضای عمومی حضور دارن. اما در مقابل زنان اشتغال به فرزندآوری دارن، یعنی تقسیم کار به این شکل، مسئولیت زن فرزندآوریه و اصلا کم فرصت این رو پیدا نمیکنن که توی اون ساختار قاطی بشن، اون ساختاری که از تو میطلبه که به عنوان شهروند همش درگیر تصمیم گیری‌های سیاسی باشی. و این باعث میشه که طی زمان کلا زنان حذف بشن از عرصه عمومی توی آتن و به فضای خصوصی و خونه ها محدود بشن. اما در مقابل ما مصر رو داریم که 3000 سال یک امپراتوری بزرگ با قدرت متمرکز بوده و شاه و خانواده‌اش به دلیل جایگاه خداگونه‌ای که داشتن، فراعنه که تجلی خدا رو زمین بودن، مورد اطاعت همه طبقات پایین‌تر بودن و این ساختاره به زنان دربار و اشراف یه قدرت نفوذی میداده که هیچ زنی توی آتن نداشته و به همین شکل هم مردای مصری از طبقات فرودست هم که هیچ نقشی اصلا تو تصمیم گیری و مراتب قدرت نداشتن، خواه ناخواه بیشتر با زن و زندگی و فضای خونه قاطی می شدن و زن تاجر و کشاورز در کنار مرد تاجر و کشاورز به یکسان رعیت بوده و تقسیم کار بیشتر طبقاتی بوده تا زن و مردی باشه. و در برابر حالا اون طبقه آریستوکراسی که نیمه خدا نیمه انسان بودن، اینا نقششون حالا تولید ثروت و اینا بوده دیگه، کارهای سطح پایین‌تر. و مجموعاً از این ساختار جامعه بیرون اومده که تبعیض طبقاتیش تبعیض جنسیتی رو محدود کرده. و حالا من بذار باز یه تیکه از کتاب رو اینجا بیارم. خب یه جلوه از این رو که میبینیم، گفتیم یونان خب این همه سال بطلمیوسیا یه خاندان یونانی حکومت کردن تو مصر، یه مقداری از فرهنگ یونان رو آوردن توی مصر دیگه. یه جلوهش توی ادبیاته. اینجای کتاب خیلی جالبه، اومده نشون داده که ادبیات به مرور نگاه زنانه پیدا کرده. و چرا اینو میگه به مرور؟ که هی این خاندان بطلمیوسی تو فرهنگ مصری جا گرفتن و رنگ و بوی مصری به خودشون گرفتن، کم کم ادبیاتشون از اون حالت مرد محور در اومده. و چرا میگه؟ که به خاطر اینکه ظهور حکومت سلطنتی و باعث شده که تمرکز زندگی بعضی از مردا از محیط عمومی به محیط خصوصی
برگرده. همین چیزی که الان گفتیم، چون دیگه حضور نداشتن اصلا تو تصمیم گیری سیاسی، تو ساختار طبقاتی سلطنتی. و این محیطی بوده که قبلا توی یونان فقط زنها دخیل بودن توش. و میاد میگه که حالا دوباره اینجا همین حرفو میزنه، میاد میگه قدرتشون اینجا خیلی کمتر از قدرتی بوده که توی دولت شهرهای مستقل یونانی داشتن مردا. و دیگه اینجا براشون فضا جوری نبوده که هی بخوان از وطن دوستی و از اینجور احساسات حرف بزنن یا نگاه هیروئیسم دیگه اینجا لازم نبوده قهرمان گرایی کنن، چون توی امپراتوری کیا میرفتن جنگ؟ مزدورا. یه سری مزدورا رو حکومت ریکروت میکرده، استخدام میکرده برن جنگ. دیگه اینکه شهروندی و نمیدونم همه میهن دوست باشیم و اینا خیلی معنی نداشته. و به خاطر همین این خلأ اون احساسات باعث شده احساسات دیگه جاش بیاد، احساساتی که معمولاً به زن اختصاص داشته و بیشتر توی جوامع کوچیک‌تر و جایگزین اون احساساتی شده که ما توی جوامع کوچیک‌تر مثلا میدیدیم. و اینجایی که رمانتیک، عشق رمانتیک و اینا مثلا تو ادبیات مطرح میشه. و عشق رمانتیک هم که میگیم باز خیلی ربطی به زنان نداره، خیلی ربطی به انسان‌های مثلا اون دوره نداره. فانتزی بوده ادبیات اون زمان. مثلا این مجسمه اینجا هست که سفینکس، ما به فارسی چی میگیم اینا که نصف اسب نصف انسانن. مثلا توی هنر و ادبیات ما موجودات نصفشون بوزه نصفشون انسانه. اینه دیگه. آره نگاه اسب سرش زده، چیزای مختلف این مدل. و حالا میگم این شخصیت‌های تخیلی ظاهر میشن افسانه‌ای و غیره. و خب اینو من ببندم. خب حالا این کلاً این یک نوع تحلیل دیگه که میگن نظام سیاسی اجتماعی میتونه توضیح دهنده وضع زن‌ها باشه. حالا ما وولش گفتیم مثلا تو شبه جزیره عربستان دولت شهر که ما نداشتیم، زندگی قبیله‌ای داشتن. حالا تو قسمت بعد وقتی برسیم به منطقه بین النهرین شبه جزیره عربستان رو هم یکم توضیح میدیم. یعنی باز ما اونجا یه شکل دیگه از وضعیت زنان، جایگاه زنان رو داشتیم. یعنی دولت شهر یونانی یه شکلیه، بعد اون امپراتوری متمرکز مصر یه شکلیه که حالا ما این دوتا رو الان گفتیم، بعد اون امپراتوری نامتمرکز ایرانی‌ها مثلا هخامنشی‌ها اون باز خودش یه شکل دیگه میشه. و میگم اینقدر مؤلفه‌های زیادی دخیله، حالا خیلی هم نمیشه لزوما تاکید روی همین ساختار نظام سیاسی اجتماعی کرد، ولی بالاخره این یه فاکتوریه که تا حدی روشن میکنه، حداقل به آدم یه ایده میده که چرا انقدر تنوع وجود داشته. وقتی نظام سیاسی انقدر متنوع، خود به خود و از جایگاه زنان متنوع میشه. خب مسیحیت آره ما گفتیم دیگه 3 تا منبع داره اون فرهنگی که توی تمدن‌های مدیترانه‌ای شکل گرفته. مسیحیت هم حالا تو این قسمت خیلی واردش نمیشیم، چون به عنوان یه دکترینیه که وارد شده. و اول بگیم مسیحیت تو امپراتوری روم ظهور کرده دیگه. ما درباره حکومت بطلمیوسی که حرف زدیم، همزمان با اون حکومت یعنی تو 3 قرن آخر پیش از میلاد بخش عمده مناطق ساحلی مدیترانه جمهوری روم بوده که حالا یه نظام دموکراسی بوده، از دل جولیوس سزار و اینا در میاد. اما توی منطقه حالا اورشلیم که محل تولد مسیح بوده، اینجا اما مشابه اسکندریه ما 3 قرن حکومت یه خاندان یونانی تبار به اسم سلوکیان رو داشتیم. این وضعیت نسبتا مشابه بوده که حالا وقتی که روم از جمهوری تبدیل به امپراتوری میشه و شروع میکنه قلمروش گسترش پیدا میکنه، هم این قلمروهای سلوکیان و هم اون قلمروی بطلمیوسیا میاد داخل این نظم استبدادی روم و امپراتور حالا اکتاویوس قرار میگیره. اکتاویان همون جولیوس سزار آگوستوس قرار میگیره. و توی یک چنین بستری، یعنی بستری که امپراتوری روم اون جنبه های زن ستیزانه فرهنگ یونان رو تسری داده به کل این منطقه، توی این بستر مسیح ظهور میکنه و شروع میکنه یه آموزه هایی رو تبلیغ میکنه که تو خیلی از جنبه ها واقعا انقلابی بودن و براندازانه بودن و به خاطر همینم انقدر محاکمه میشه شدیداً و مجازات میشه مسیح. واسه همین تأثیر مسیح تأثیر این به اون شکل نبوده که خیلی فوری گسترش پیدا بکنه، چون یه عنصر انقلابی فرض بگیر ظهور میکنه و خیلی هم سریع اون نظم حاکم سرکوبش میکنه. یعنی در ابتدای امر فقط یه سری حواریونش رو
تونسته بهشون این آموزه ها رو یاد بده. حالا تا جایی که به جایگاه زن مربوط میشه این آموزه ها، نسبت به اون نظم مستقر در مورد جایگاه زن هم مشخصا انقلابی بودن آموزه های مسیح. مثلا چی؟ مثلا گفتیم کودک کشی و دور انداختن نوزادان دختر تو روم رواج داشته دیگه و حتی قانونی بوده. این مسیحیت میاد مشخصا این عمل رو معادل قتل اعلام میکنه و یه هنجار مغایر با هنجارهای اون زمان و اون جامعه معرفی میکنه. از این نظر انقلابی بوده. یا یه مصداق دیگه از آموزه های مسیح ارزشی بوده که به باکرگی زنان داده با اون داستان مریم. و ما میدونیم تو جامعه رومی برای زنان ارزشی جز تولد مثل قائل نبودن، چون میراثدار اون فرهنگ یونانی بودن و اون نوع تقسیم کار رو داشتن برای زنان. ولی مسیحیت میاد یه الگویی تو مریم معرفی میکنه که در واقع ارزش زن رو تو این تعریف میکنه که خودش رو وقف خدمت به خدا بکنه و این در واقع یه نهاد تازه‌ایه، نهاد راهبه شدن که به زنان مسیحی این قدرت رو میده که خودشون از اون چارچوب پدرسالارانه ازدواج رومی رها کنن. یعنی مجبور نباشن حتما با یه مردی ازدواج کنن و توی اون ساختار ایفای نقش کنن تو اجتماع. و خب این نشون میده یه سری حالا بذرهای برابری طلبی اجتماعی تو تعلیمات اولیه مسیح وجود داشته، اما این پتانسیل خیلی زود شکست میخوره، چون یه سری آداب و رسوم ریشه دار ما تو سراسر اون منطقه داریم. امپراتوری روم اینا رو حاکم کرده و مسلما تعلیمات یه فردی مثل مسیح که اینقدر انقلابی بودن مدت زمان زیادی دوام نمیارن. به مرور زمان کلا مجموعه باورهای مسیحیت با اون عرفا و هنجارهای موجود انطباق پیدا میکنه و فقه و حالا الهیات مسیحی هم همون رنگ و بوی قوانین رومی و یونانی رو به خودشون میگیرن. آره به تدریج. مثلا چی؟ مثلا یه فقیه قرن دوم ما داریم. ببین 2 قرن تقریبا 1.5-2 قرن از مسیح گذشته، ترتولیان، که اولین کسی هم بوده که مفصل متون فقهی تو مسیحیت اومده تدوین کرده. مثلا این درباره زنان اومده گفته که شما یعنی زنان دروازه شیطان هستین، چون شما حرمت درخت حرام رو شکستین، شما اولین بار ترک قانون الهی کردین، کسی هستین که آدمی را رام کردید، حتی شیطان آنقدر شجاع نبود تا به آدم حمله کند ولی شما حمله کردین. و به همین راحتی تصویر خدا یعنی مرد، چون مرد رو تصویر خدا میدونن توی عهد عتیق، تصویر خدا رو نابود کردین و به خاطر شما حالا پسر خدا هم باید بمیره. یه جورایی اون مصلوب شدن مسیح رو هم میندازه گردن زنان. این قرن 2 و بعد میرسه به قرن 4 آگوستین قدیس که خیلی مرجع مهمیه دیگه تو الهیات و فقه مسیحی. اونم همچین ایده هایی داشته. این کسیه که میشینه کلی فکر میکنه درباره این سوال که اصلا چرا خدا زن رو آفریده و آخر سرم جوابش اینه که خدا زن رو نه به عنوان همدم مرد آفریده، چون مردای دیگه این نقش رو بهتر ایفا میکردن، و نه به عنوان یاور اون، چون باز هم مردای دیگه مناسب تر بودن. اینجا بود که حالا تو خلال حرفمون گفتیم که گفتیم نه مونسن نه همدمن زنا، چون مردا میتونن جایگزین بهتری براشون باشن. آره یعنی یه جورایی اینم همون رنگ و بوی فرهنگ یونانیه دیگه که گفتیم، چون توی یونان باستان این قرن 4 الان قرن 4 میلادی، یونان باستان میشه 7 قرن قبل از میلاد، یعنی 7 و 11 قرن 10-11 قرن اینجا فاصله است. ولی خب این همچنان مونده اون طرز فکر که انقدر تفکیک شده بودن زنا، انگار مردا خودشون رو با خودشون برای همدیگه مناسب تر میدیدن، مثلا برای معاشرت و هر چیزی. نهایتا هم آگوستین قدیس چه نتیجه‌ای میگیره؟ میاد میگه من نمیدونم که زن چه فایده‌ای برای مرد میتونه داشته باشه، اما اگه کارکرد فرزندآوری رو کنار بگذاریم، یعنی فقط باز برمیگرده به همون تزای ارسطویی، تسلط فرهنگ یونانی دیگه کاملا، فقط زن برای حالا چیز نسل، چی میگن؟ تولید مثل و استمرار نسل و اینا کارکرد داره. حالا اینو خواستیم بگیم که فقط دکترین مسیحیت رو، چون یه دکترین نبود که واقعا یه نظم سیاسی دنبال خودش ایجاد کنه و از این لحاظ با اسلام فرق داره. با یه قسمت سوم احتمالاً میذاریم که کلاً بیایم این جور دکترینای مذهبی رو نقششون رو بررسی بکنیم، چون برای مثال دین زرتشت هم یه دکترین مذهبی بوده که مستقیما یه نظم سیاسی ایجاد نکرده، با واسطه حالا ایجاد کرده، ولی باز اسلام اینجا مستقیم تر بوده شاید. حالا کلا این ابعاد تاثیر این جور دکترینای مذهبی رو توش بررسی بکنیم. فکر کنم کنار هم مقایسه‌شن هم انگار خیلی بهتر مشخص میشه تفاوتاشون. آره، هم از نظر اینکه هر کدوم تو چه بستری اومدن، آره. هم از نظر اینکه چقدر تونستن استمرار پیدا کنن، تاثیرگذار باشن
آره این جنبه هاشو توی قسمت جدا بررسی کنیم. همین دیگه. کلا توی این قسمت پس زنان توی مدیترانه رو بررسی کردیم. قسمت بعدی بین النهرینه، قسمت یه ذره بعدی. جنجالی تره چون ساسانیا رو داریم، چون الان هم یه موجی هستش که مثلا انگار وضع زنا توی قبل اسلام، من حداقل آدمایی که دور برم من خودم میذارم اینطوری فکر میکردم. آره میدونی یعنی حالا با توجه به اون تو ایران قوانین محدود کننده که حالا اسلام برای زنا داره، انگار ما یه جوری مثلا فکر میکردیم که ما خیلی قبل اسلام آزادانه تر زندگی میکردیم، بعد اسلام محدود شدیم. ولی وقتی که آدم دقیق بررسی میکنه میبینه که این محدودیت خیلی به خیلی چیزا بستگی داره. یعنی صرفا اینطور نیستش که مثلا یه دینی بیاد مثلا توی امپراتوری بزرگی مثل ایران بتونه انقدر مثلا یک تاثیرات خیلی فجیح زیاد گسترده‌ای داشته باشه. یعنی همین استمرار عرفا که ما الان تو مدیترانه دیدیم یه بخشش اونجا هم تکرار میشه تو بین النهری. بعد یه چیزی که جالبه ما معمولا دوست داریم قسمت‌های خوب تاریخمون رو بهش استناد کنیم، مثلا هخامنشی‌ها مترقی بودن یه جورایی، حالا میگم مفصل قسمت بعد بهش میرسیم، ولی آشوریا رو که مثلا یه جورایی مثل آتن بودن یا حتی بعد صحبت نمی‌کنیم اونا به ما ربطی نداره. آره مفصل حالا میریم سر بین النهرین قسمت بعدی.